داستان برگشت کاروان استقلال از اهواز هم داستانی خطرناک و پر از استرس و نگرانی بود. ماجرا از تأخیر 1 ساعت و 40 دقیقه‌ای پرواز هواپیمای فوکر 100 در فرودگاه اهواز شروع شد و به آسمان تهران کشیده شد. در حالی که خلبان برای فرود در باند فرودگاه مهرآباد تهران آماده میشد، متوجه خرابی در سیستم چرخ‌های هواپیما شد. اتفاقی که البته در ابتدای امر از رسیدن خبرش به گوش مسافرین جلوگیری شد و علت عدم فرود هواپیما رو شلوغی باند مهرآباد اعلام کردند. اما بالاخره خلبان با مسافرین بی پرده سخن گفت. به خاطر یه مشکل بسیار جزئی و کوچیکی که در قسمت چرخ هواپیما وجود داره، برای اطمینان پیدا کردن از این شرایط ما نیاز داریم که چند تا مانور کوچیکی رو انجام بدیم تا انشالله مطمئن بشیم از بابت این مشکل و انشالله سپس بدون هیچ مشکلی در فرودگاه مهرآباد به زمین خواهیم نشست. تلاش چند باره خلبان برای نشستن بی نتیجه بود تا خلبان از آخرین تلاش برای نشستن خبر بده. کوچیکی در قسمت چرخ هواپیما وجود داشت، بعد از انجام این مانوری که انجام دادیم برطرف شد، خدا رضا مرتب شد و انشالله تا چند دقیقه آینده در فرودگاه مهرآباد به سلامت به زمین خواهیم نشست. از صبر و شکیباییتون سپاسگزارم. و سرانجام پایان وحشت 45 دقیقه‌ای در آسمان تهران. تلاش آخر برای فرود. که دیگه فقط داشتن سلامات می‌فرستن مردم. انقدر سلامات می‌فرستن تو مسجد انقدر سلامات نمی‌فرستن. 5 بار فکر کنم اومدیم نشستیم اومدیم بشینیم باز رفتیم بالا. خلبان تقوی همه تشریف می‌کردن. آره. که چرا نشستیم؟ ولی دست خلبان آغاز تعطیلات نیم فصل با این اتفاق کابوسوار برای استقلالی‌ها شروع شد.